سلام و درود به پایان دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه. دوستان مجبور شدم که این ویدیو رو مقصد بکنم. خواهش میکنم با دقت گوش کنید، نگذرونیش، برای که خیلی مهم است. ما الحمدلله برای مقصد مدت 1.5 سال شد که الحمدلله سر کار داریم با همین کارهای خیر و یاردم کردن مردم مهاجر و یک آدمی که ذلول هستن، معیوب و مقصد محتاج. مینت نمیکنیم پروردگار خیر هر یک قدم شما را مقصد نگه داره، مقصد خیر هر یک قدم شما را مقصد قبول بکنه. به کدوم خاطر که اولش پروردگار شما هستی که دستگیری میکنه. همین سایت های ما 20,000 پادپیس 100 چند قید داریم. به شما برادر عزیز پادپیس که من شما رو نمیدونم، خواهر، مادر، برادر و پدر مقصد دادر میدونم که شما هستی که مقصد میبینید دیگتون میسوزه یا سوم دستون میپرتوه برای مردم. متاسفانه از همین ندانستن ما از بعضی مردم معیوب و بعضی مردمی که ما نمیدونیم شو مراجعت میکنن، رسم رو روی میکنن، ویدیوهای کوتاه چی روی میکنن، مقصد میبینیم دلمون میسوزه میکنیم. منم راستی شکل حق آپد نداشتم، آسوسا آدم آپد میگیره، مقصد الحمدلله درست میشه. منم حرکت کردم که والنتیرها یک خدمت ما در شهر مسکو که جا باشه خودم میرم الحمدلله پیش میبینم، حرکت میکنم با آموزم آدم بعد مقصد ویدیوش کنم. متاسفانه بعضی تاجیکستان مراجعت میکنن خودم که بدم میرفتم نیستم ازی، یعنی بفهمی که من همین والنتیر یعنی که شخصایی که من اهمیت اطراف کمینم با تاجیکستان همه را من خودم از درون خطون، یعنی از درون مردمی که معیوب هستن، از درون مردمی که معیوب دارن و محتاج هستن، از همه یا ویبر کردم که وقتی که آدم کسلی داره در خونش، آدم معیوب داره یا خودش معیوبه، به قدری آدمای معیوب در من میرسه. فهمیدید؟ مقصد از اینکه دوستان عزیز الحمدلله من یک دو درک از دوشنبه اونجا گرفتم ویبر کردم برادر محبت با پایگه پسروینوز و یک خواهر دیگه سومایا که کانالش سیلکاش میمونم دستگیریش کنه. مقصد وقتی کانالش میمونم تماشا میکنه از احوالی همون خواهر با خواهر میشه. با اون خاطر دوستان عزیز شب کرا بگیرم تا سرم کلبو شروع تا گاوزنم. وقتی که ما میبینی احوالش میبینی حال همون مقصد معیوبه میبینن ای احوالش با خبر میشه، الحمدلله دردی همون معیوبه میفهمن. متاسفانه از همین ضعیفی که ندانستن ما استفاده میبرن، بعضی خواهرها و مادرها و برادرها میگیرن همون مقصد ویدیو رو دمن کرد، من که محکمش کردم در دیگر کس با یه خیلویش که از تمام بلاگری تاجیک اوج گذشته فرزندشه اوج در دیگه شهرها برماده، در دیگه رو مراجعت میکنه، یعنی که چچنا و داغستان و مقصد گوداکوش نشون میده هستن، ویدیو دکازات هستن که متاسفانه نمیخوام که شرمندهش کنه، برای پروردگار میگه که وقتی که عیب یک برادر را ستر کردی ان شاء الله در روز قیامت من عیب شما را ستر میکنم. و همون خاطر دوستان عزیز حرکت میکنیم که و عزت نفس یگون کس نرسیم. و خواهش میکنم دوستان عزیز همین گوش کنه. من راستش والنتیرها ما گفتم زنگ زدن همون خواهرها را گپ زدن با آدمای معیوب، متاسفانه همون بعضیاش یک بار دو بار سه بار اوج خیلی از اپرا گوش میکنه میگه اوج همیو سه چهار بار کشیده آموخته شده گم بگیم ده همی. با اون خاطر نکنه کارا شرم است، عیب است. برای 5-20 هزار رسی همین کارا اوج عادت شده میبخشه و ما عزت هیچ نفسی مقصد هر کس نمیرسم پیش جوگیو میگفتیم که طلبنده اوج آموخته شدن عادت شدگی. من از این فخر نمیکنم که شما یا خیلیش مجبور هستن ضرور هستن مقصد مراجعت میکنن. متاسفانه یا خیلی دیگه اوج آموخته شدن از یا بلاگر به بلاگر به دیگر هم خیلی هستن. من هر یک سه میگم این ویدیو صاحب شمیو در کذا دارم، به همون خاطر میگم خیلی علامور است، علامور است. مقصد واسه صدای خواهرم میمونم که مراجعت کرد و خواست و درخواست کرد همه را فهمید به من پرتوف گوش کنه خواهر چی میگه، یعنی همون والنتیر هم دختر که معیوب دوره که مقصد ما را یاردم میده در تاجیکستان از شرکت بهاری هم گودکان است، تشکیلات بهاری گودکان. گوش کنه اپای سروینوز چی میگه، چه خیلی مقصد میسنجه آدم را دیدی که چه خیلی است. این خیلی کاری بود از با اون خودی دوستان عزیز در حق مداوگو باشه، دستگیر باشه، بتونه ویدیو را پهن کنه، نور علی نور میشه، در حق مداوگو باشه. شما نرنجه این به همه دخل نداره، به بعضی آدمایی که با همین کارو سر کار دارن که هر جمعه پرن اونجا عادت شده گن کارو نکنه. با خود امان خدا. السلام علیکم. ویدیو درسته میشه، خواهش میکنم گوش کنید. بارک السلام علیکم. کی بگو جان عزیز سازی تنج سلامتیت خوبه، گودکودی انگام همه کسا سازن، خداوند ساز باشن. این همین نمره رو یک هدی کو این آواز یک چه نمین 100
86 زنگ زدم ایرا من میشناسم بعد زنگ زدم که اما آدم بده ایرا هم ویدیو روی کدبدن و کانالم دمونده بودم کارتای دیشنبه تی خود چونای سبربانک خود چونای رکلامشون کرده بودیم در فیسبوک اینستاگرام همه جدا یوردمش کرده بودن فهمیدی؟ از من قدشون گفت زفتم چی به شما خیلی میکنین از من گفتم ما همین رنگی گودک بیزنس میکنی وریکو من گفتم خیلی شد داشته خونه داشته میسور خیلی امی کودکا که درست شمیت هم شرطه که در همه جا میرم میسور رکلام اکنی میسور چی در کنم خیلی کرو خیلی ما میکنیم تون دستگیری دستمون اومده گیره ای اپا جان خشمو اشمو روزیم امی شوهرم مقصد اکای بابا جانا گفته من فهمیدم اکای بابا جانا ندانه که چی میسور اینا آزی ما ترا میریم ویدیو میکنیم بعد میگن کودکش بیزنس کسه چیکو کسه اینا نبوده در همینجا همی ویدیو ده نه اینستاگرام ما ده هسته کارته خچ نما کارته خما نمونده میدونی که ما اینوالیتو ده کارته خما نمیمونم اینوالیتو را کارته خچ نمیمونم ما برای اپلیکیشن بمونم من خود نمیمونم برای اینوالیتو کارته خچ نمیمونم اینا بو میخزن خیلی میکنن السلام علیکم پدر مادرانی که کودکان معیوب دارند و میخواهند که برای تبابت کودکان معیوبشون دستگیری کنند ما با آن نفران یاردم کرده میتونیم که فرزندانشون ضرورت جراحی دارند معیوبایی که ضرورت جراحی ندارند در تاجیکستان ما بسیار مؤسسه ها هستند که مقصد برای همه کودکان رایگان هستند مثال در طرف چورباغ هستیم در طرف ماچتون است پشت پروکراتور گنرال ده یک تا متخصص نقص اکای نداشته میگن انا فقط برای کودکایی که مقصد میکروسیفالیا دارن کودکایی که پوچوشون مقصد DCP دارن همه چی برای خوردن تبابت همه چی رایگان است میتونین مراجعت کنین اگر که مقصد ندونین میتونین مقصد ما زنگ بزنین ما تشکیلاتی بهاری کودکان ناموش مده توصیه میتیم التماس پدر مادر تاجیکستان پس نزنین شکر نکنین که وطن تنج آباد داریم منم راستی فرزندی معیوب دارم شما را میفهمم پدر مادر در هر خیل شبکه های در هر شبکه ها مقصد هر خیل سایتو در فرزندتون مقصد ویدیو کردن نپرتین امی یک بار که مقصد دستگیری تون کردن دوفر دیم با دیگه بلوگیرو را نگین که مورا نکدن گفته با ایشده مراجعت نکنین اگر که مثال ندونین بپرسین یک جدا که مقصد خودتون میدونین همه همین چیزو وطنی ما در مقصد در همین تاجیکستان ما همش رایگانه میتونین که مراجعت کنین با نیسم رفتی رایگان میشه برای که گروه معیوبی که داشته باشه مقصد همه رایگان میشه و وقتی که مراجعت کردی در بانیسه هم خوب کد رایگان میشه در یگون مؤسسه هم که رفت رایگان میشه خوردن و جای خوب همش رایگانه شما ضرورت جراحی ندارین برای چی همی کارا میکنین التماس تاجیکستان پس نزنین شما خواهش میکنیم ما تشکیلاتی بهاری کودکان ما بسیار میبینیم که همین پدر مادر زنگ میزنن که ما شرایط نداریم گفته وقتی که ما سنجیده میبرویم که و یک بار ویدیو کردگیان پرتفتگیان با یک بار دیگه با میخوان با ویدیو کردن یا که میشه که به 3 بار ویدیو کردگیان عادت کردگیان که همین سومشون پرتفتگیان در کرده دیگه به همین عادت کردگیان میخوان که با یک بلوگر دیگه با یاردمشون کنه التماس همین خیلی نکنین خیلی ضرورت جراحی داشته باشن مایل ما اینا مرحمت ویدیوش میکنیم انا مردم خیرخواه میبینن خدا برکت چون بتا دستگیری میکنن ما مقصد جراحی هم را میکنیم با شما دا میگیم که نه جراحی شید مقصد نه همه شما میبینین با خرسان میشن انا مقصد معیوب که باشن ضرورت نداشته باشن شما نکنین همی کورا التماس ای خدا بترسین همون پنسیش هم میگیره اما کودک دنیا میخنه که اگر توبت در کار باشه میتونین که مراجعت کنین مؤسسه و مثل مؤسسه رایگان است شما در دستگیری میکنن التماس همین تاجیکستان پس نزنین پدر مادرام شما را میفهمه گپای ما خفه نشین اگر که مقصد ندونین نفهمین میتونین نمره ما در زنگ بزنین مثل ما در مقصد مراجعت کنین ما شما در توصیه میکنیم که شما چیکار کردن تون در کار التماس پدر مادر خفه نشین همه
چی نکنین، در هر خیل شبکه در هر خیل چیزو فرزنداتون ویدیو نپرتین، مقصد همین کرو را نکنین.